به نام خداوند جان. از سری روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل میشه به روش پرداخت اوپن اکانت اشاره کرد. این روش که بنده اونو توصیه نمی‌کنم به دوستانی که تازه شروع به کار کردن، از روش‌های پر ریسک برای فروشنده است. این روش به این صورته: فروشنده بار رو برای خریدار ارسال میکنه. پس از دریافت محموله توسط خریدار در زمان و موعد مقرر، خریدار اقدام به تادیه مبلغ و پرداخت به روشی که حالا توافق شده میکنه. این روش بسیار پرخطر و پر ریسک است برای فروشنده و ریسک عدم پرداخت رو برای فروشنده بالا میبره. لازمه این کار بررسی اعتبار تجاری خریدار هست. این روش توصیه نمیشه، ولی ما ناگزیریم در زمانهایی که بازار حالت رقابتی داره و ما میخوایم ورود کنیم حتما به یک بازاری، حتما تاکید میکنم با اعتبار سنجی کامل و شناخت کامل خریدار انجام بشه این روش. اصولا بنده این روش رو پیشنهاد نمی کنم، پر ریسک هست، ولی خب میتونه در شرایط بحرانی بازار برای ما پرسود باشه. لطفاً قبل از ارسال بار یا هر گونه قرارداد و امضای قرارداد از شناخت شریک تجاری و خریدارتون آگاهی کامل پیدا کنید. در صورت اینکه حالا خریدار به هر روش، به هر دلیل یا چیزی که برای خودش داره، حالا یا کیفیت بار اون چیزی نیست که مد نظرشه یا کلاً میخواد پرداخت نکنه، در این صورت فروشنده به مشکلات بالایی برمیخوره و ما با توجه به این وضعیت تحریمی کشور ما که نمیتونیم به طور مستقیم از LC یا حالا به هر حال ضمانت‌های بانکی استفاده بکنیم، این روش میتونه بسیار پر ریسک باشه و بنده مجددا میگم پیشنهاد نمی‌کنم این روش رو. پرسود و موفق باشید.